ولایت مختار کوهستان بدخشان مرحله نو رشد خود را سر گذرانده است. هر یک تشریف جناب قلی به ولایت مختار کوهستان بدخشان باعث آبادی زیبایی دیار می‌گردد و خوشبختانه این تشریف نوبتی جناب قلی نیز با بدخشان یک نیرو و یک الهام نو رشد را بخشیده ایستاده است. وابسته به همین در تمام مناطق ولایت مختار کوهستان بدخشان آبادکاری و سازندگی نظر است به چشم رسیده ایستادند و وابسته به همین ما معارفچیان از هر وقت دیده خود را موظف حساب میدانیم که در جوانان، نورسان و طالب علمان رو در رویه وطنداری، وطندوستی و در اطراف سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت یعنی نورسان رو تربیت نماییم و خوشبختانه چنانی که همگان دیده ایستادیم ولایت مختار کوهستان بدخشان و عموما مرکز ماموری هون شهر خاروق هرچه بیشتر و بیشتر رو به ترقی نموده ایستاده است. اما این آبادی و سازندگی های شهر خاروق رو دیده شکر و سپاس خداوند رو به جا میاریم که محض به واسطه سرور دولتمون خداوند به ما صلح و ثبات، فضای آرام و آسوده و این آبادی و سازندگی رو عطا نمودند و البته امروز وظیفه هر یکی ما بخصوص کلان سالان در آن است که به نسل و نورس فهمونیم به قدر این نیکی هایی که بخصوص امروز آبادی و سازندگی شهر خاروق این روشنایی را دیده راستی گپ در ایام حتی دولت شوروی که یکی از دولت‌های ابدقدرت‌ترین روی دنیا بود ما چنین پیشروی ها را ندیده بودیم. از این روی به قدر هر یک نیکی و نکویی رسیدن لازم و سپاسگزار بودن لازم. اما وقت باید صحیفه های تاریخی گذشته وطن و خلق ما را ورقگردان بکنیم و خلاصه برآوری بکنیم که کدام صحیفه های تاریخ گذشته ما را خوشبخت و کدامشان بدبخت گرداند و بپرهیزیم از آن صحیفه های فاجعه باری که یک وقتا به سر ملت تاجیک آمده بودند و محض این شخصیت بزرگ توانست ملت تاجیک را از ورطه هلاکت و نیشوی نجات بخشیدند و صلح و صلاح را به تاجیکستان برگرداندند و من همچون یک شخص کهنسال دائما دعا میکنم که خداوند این صلح و ثبات، این فضای آرام و آسوده و این آبادی و سازندگی را ابداً و پابرجا نگهبان باشد. از این روی من میتوانم با یک دل پر بگویم که حقیقتاً اون پیشروی هایی که در دوره استقلالیت یعنی پیدا شدند باعث خوشبختی هر یک خاروقی باید باشد و وظیفه ما خاروقیان از آن عبارت است که به اطراف به گرد و اطراف نظر افکنده تنها یک چیز شکر ما جوانان شکرانه از آن میکنیم که زاده دوران استقلالیت و در پرتو سیاست خردمندانه و دوراندیشانه راهبر دولت پرزیدنت مملکت محترم جناب عالی امام علی رحمانی یعنی عمر به سر میبریم و ما بر اعلی اسم مینماییم که در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان و مخصوصا شهر خاروق و ناحیه‌های ماموری دیگر این ناحیه یعنی تغییرات‌های به کلی به نظر میرسند، چی در ساحه علم و معارف، چی در ساحه معماری و شهرداری، همه جهت‌های بدخشان ما امروزه یعنی رشد کرده ایستاده است. اگر ما با خاروق نظر افکنیم این به کلی یعنی از زمین تا آسمان فرقیت دارد. همه ساحه‌ای که ما اگر گیریم این خاروق یعنی به کلی رشد و نمو کرده ایستاده است. این بعد برای همه مردم شرفمند بدخشان، برای جوانان، برای همه مردم یعنی ضرور است که در پرتو سیاست خردمندانه راهبر دولت دست جمعانه ما باید از یک گریبان سر برآورده کشور خود را و دیار زیبا منظره خود را گل شکوفانی کنیم. امروز شهر خاروق قبای ایدانه در بر دارد، چرا که قدم مبارک پیشوای مردم ملتمون از حضور صلح و وحدت ملی محترم جناب عالی امام علی رحمان باز به ولایت مختار کوهستان بدخشان به مرکز شهر خاروق رسیدند و بسیار ما سرفراز از آن هستیم که در طول همین 32 سال استقلالت در ولایت مختار کوهستان بدخشان و مخصوصا شهر خاروق به دستاوردهای نهایت بزرگ نائل گردیدند. سیمای شهر خاروق روز از روز، سال تا سال
و ثانیه به ثانیه بسیار همدیگر شده ایستاده است. با وجود آمدن بناهای بسیار قبطه نوشیانه، با وجود آمدن بسیار انشاءات‌های اجتماعی و معیشی، این شهادت از آن است که در طول 32 سال استقلال ذاتی جمهوری تاجیکستان شب رو شب رو نگفته، روز رو روز نگفته، سرور دولت همیشه در غم خلق خودشان، همیشه برای آنی که کشور نمو کند، همه شهر نمو کند مهنت میکردند و ما همه از آن اظهار خوشنودی می نماییم که محض با توجه و تمام تشبسات سرور دولت همین دیگرگونی کلی در شهر خورق با وجود آمده ایستادند. همه نسل نورس باید از زندگی نامه سرور دولت پیشوای معظم ملت یک نمونه، یک درس عبرت گیرند که چرا که همیشه در غم این خلق خودشون، ملت خودشون هستند و ما از این شکرگزاری میکنیم، شکرگزاری از این دولت میکنیم، شکرگزاری از سرور معظم خودمون میکنیم که برای ما خداوند فردی رو با میدان آوردن که همه تاجیکستانیان رو به همه جوانیان معرفی نمودن، محض با همین مهنت دوستی خود، با قهرمانی خود، با غیوری خودشان و برای همه ما، برای نسل نورس و نسل بزرگ شایان تحسین هستند. سالهای اخیر تامین صلح و ثبات، آسودگی، ولایت قانون، پیشروی تمام ساحه‌های ولایت به چشم مردم، به دل و دیده مردم بیش از پیش یعنی قبول شده ایستاده است و آن را خوب درک نموده و از شیرینی این حیات چشیده ایستادند. ناگفته نماند که در یک مدت کوتاه‌ترین در 2-3 سال اخیر اینفراساختار ولایت، خاصتا شهر خورق، مرکزی معموری ولایت، ناحیه‌های آنها، منطقه‌های دیگر این ولایت با تمام هستی رشد و نمو کرده ایستادند. اگر ما امروز سالهای اخیر را به نظر گیریم، در ساحه معارف، در ساحه تندرستی، در ساحه اقتصادیات و اجتماعیات و دلخواسته ها را اگر مورد نظرسنجی قرار دهیم، به کلی از سالهای پیشین فرق میکند و امروز هر یک شخص این را درک میکند. البته پیش از همه ابراز نظر و در عقیده و در دل و دیده ما یک چیز است: شکر به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان که با تمام هستیش این منطقه را پیش از همه دوست می‌دارد، در برابر دیگر منطقه ها احترام خاصه دارد. باعث خوشنودی است که در 32 سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان اساساً در شهر خورق ولایت مختار کوهستان بدخشان مکتب‌های تیپ نو زمانوی ساخته شده هستند. باعث خوشنودی است که هر سال در شهر خورق هم مکتب‌های تیپ نو ساخته شده و استفاده داده می شود. ما آموزگاران که سعی و کوشش خود را به ها می رسانیم که در پیشرفت علم و دانش، معرفت و تربیت کودکان سهم ارزنده گذاریم. امروز با قدم پیشروی ملت شهر خورق گل شکفته ایستاده است، آبادی شده ایستاده است و روز تا روز مکتب‌ها هم سیمای خود را دیگر کرده ایستادند. ما ساکنان شهر خورق سیاست خردمندانه پیشروی ملت را دستگیری کرده برای آبادانی شهر خورق سهم ارزنده می‌گذاریم. چنانه که شما می‌بینید هر قدم جناب عالی با بدخشان البته این پیشروی است که چون که امروز ما می‌بینیم که هم در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و مدنی و فرهنگی یعنی پیشروی ها دیده می‌شود و ما تشنه دیدار همیشه جناب عالی بودیم و امروز به همین مقصد ما رسیدیم و با جناب عالی ما وعده میدیم که همین پیشروی که امروز هست البته ما کوشش می‌نماییم که فرزندان خود را در روحیه انسان دوستی و انسان پروری و خویشتن شناسی یعنی همه طرفه آماده میکنیم. البته چنانه که امروز میبینیم در سالهای پیش البته چنین پیشروی ها یعنی در بدخشان نبود. امروز وقتی که مثال در نوای مرغاب میروی یا که روش قلعه میروی، روشا میروی، اشکوشه میروی، یگان فرقیتی نیست، چون که این البته این کار آسان نیست. این البته همه این زحمت بی واسطه جناب
اولی است که همین خیل یعنی زحمت کشیده، یعنی بچنین پیشروی ها ما نویل شدیم و البته ما هم نیز کوشش میکنیم که همین خیل همین پیشروی رو یعنی ادامه دهیم. باوری کامل داریم که امروز مردم بدخشان خیلی خرسند است و تشنه دیدار جناب اولی بودند. واقعا هم سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به این یا اون گوشه وطن عزیزمون پیش از همه از آن شهادت میدهد که در وطن عزیزمون صلح و آرامی فرما است و واقعا هم ولایت مختار کوهستان بدخشان که جز جدا نشونده جمهوری تاجیکستان به حساب می رود در ظرف 32 سال استقلالت دولتی به یک مکان زیبا و دیدنی وطن عزیزمون تبدیل یافته ایستاده است و امثالا میبینیم که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از این سرزمین اجدادی ما دیدن میکند و هر یک سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به ولایت مختار کوهستان بدخشان به نیکاولی مردم به بلند برداشتن حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم روانه کرده می شود و در سفر نوبتی پرزیدنت مملکت به ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز پیشروی ها، آبادکاری ها و مردم سربلند ولایت مختار کوهستان بدخشان بخصوصا شهر خاراغ پرزیدنت مملکت را با یک دلگرمی، با یک صداقت، با یک مهر و محبت و شکرانه از صلح و آبادی استقبال گرفتند و اطمینان کامل داریم که این آبادی، این صلح و آرامی دائما در وطن عزیزمان تاجیکستان فرما است.